به نام خدا. امروز 14 اردیبهشت 1404 بالب سی که درش تومور ایجاد کردیم را مشاهده میکنید برای اولین بار. L374 که انسانی زدیم، اینجا زیر گردنش کاملا مشخص هست و اینجا بعد از مدت‌ها آقای دکتر صریحی که زحمت‌های خیلی زیادی کشیده بود در کنار خانم وحدانی و خانم ابراهیم زاده، قشنگ اینجا الان من حرکت میدم، این رو ببینید زیر گردنش هست. تقریبا این کار الله از زبان خودش خواهیم شنید، برای اولین بار هست من فکر کنم تو مقالات که اینا سرچ کردن همه دوستان همکاران میگفتن که با این روش نمیشه، ولی الان دارن نشون میدیم که کار نشد نداره. آقای دکتر اون یکم حرکت بده، این یکم MCF7 MCF7 بالبسی ماده هستن اینها. بعد قشنگ زیر گردنش آقای دکتر برگردون که دیده بشه، همون حرکت کنه من دیده میشه. این سمتش الان اون قسمتش قشنگ کاملا مشخصه که تومورزایی صورت گرفته، کس کرده یه ذره اینم ناکن، این قسمت هم هست کاملا دیده میشه.